مورد بحث این جلسه ما در مورد چگونگی تخارج برخی از ورثه از سهم میراثی خویش در حین تقسیم اموال میراثی و نحوه تقسیمات اسهام آنها برای ورثه های دیگر و جلوگیری از دعاوی آینده است. دوستان گرامی، به همگان معلوم هست موضوع تخارج در علم میراث یک موضوع خیلی مهم و اساسی بوده. بنابراین لازم دیدیم تا موضوع تخارج را در این جلسه به صورت مفصل خدمت دوستا توضیحاتی داشته باشیم. ما با عناوین در باب تخارج بحثی داریم که آیا تخارج از دید شرع جواز داره یا خیر، و به صورت شفاهی و اسناد عرفی تخارج مورد بحث قرار میدهیم. بله، از دید شریعت اسلامی در باب احکام میراث تخارج جواز داشته. یک وارث می تواند از سهم ارثیه خود بر وارثین دیگر تخارج بکنه یا سهم میراثی خود واگذار شود. چی این واگذاری یا این تخارج به صورت شفاهی بوده باشه و چی هم به صورت عرفی بوده باشد، یعنی توسط اسناد عرفی اگر صورت بگیره هم اشکالی ندارد. وارثی که از سهم میراثی خود به صورت شفاهی و یا هم به صورت اسناد عرفی تخارج میکند یا گذشت میکند، ای یا از برخی از سهم ارثیه خود تخارج میکند و یا هم از کل متروکه ای تخارجاً به برادر خود یا مجموعه ورثه دیگر صرف نظر میکند و تخارج مینماید. اگر وارث از برخی متروکات متوفا تخارجاً از سهم خود گذشت میکند، از قسمت دیگری که تخارج نکرده، یعنی از سهم خود میتونه میراث. و نکته قابل بحث در این جلسه است که حق دعوا بعد از تخارج چرا باقی است؟ چرا با وجودی که وارث به صورت شفاهی یا به صورت اسناد عرفی از برخی متروکه یا از تمامی متروکه تخارج کرده، هنوز هم در محاکم دعوا را برا انداخته و حق میراثی خود از برادر خود مطالبه می کند؟ نباید حق دعوا با همچون وارثی که تخارج کرده است باقی باشد. محاکم نباید چنین دوسیه ها را مورد بررسی قرار بدهد. اگر به صورت شفاهی یا اسناد عرفی از برخی متروکه یا از کل متروکه اگر وارث تخارجاً از سهم خود مطابق اصول شرعی یا مطابق مسائل میراثی تخارج میکند، محاکم نباید حق دعوای از اونها باقی باشد و دوسیه را تحریک بدهد. بنان از اینکه محاکم دوسیه را تحریک میدهد و حق دعوای از اونها هنوز هم باقی است، به این مطلب است که در تخارج مشکلاتی وجود داشته و تخارج به صورت اساسی صورت نگرفته است. مشکل در کجا بوده؟ مشکل یا در نحوه تخارج بوده یا اصلا تخارج صورت نگرفته. برداشت برادران از ظاهر الحال خواهران تخارج فهمیده شده. به این مطلب که بعد از وفات پدر وارثین نشست کردند تا موضوع میراثی را به صورت رضایی یا قضایی میان خود تقسیم نمایند. خواهران کدام میل و رغبتی را به گرفتن سهم میراثی خود نشان ندادند. این تو صراحتاً و یا ضمناً تخارج صورت نگرفته، ولیکن کدام میل و رغبتی بر گرفتن سهم میراثی خود در این جلسه از برادرانشان نداشتند. این برادر با امید از اینکه یا ظاهر الحال یا همشیرش این را واداشته یا فهمانده یا برداشت کرده که گویا این همشیره
سهم میراثی خود نمیگیره، سهم میراثی خود بر ما تخارج کرده. بینن به این مال میراثی که از پدر باقی مانده بسیار سرمایه‌های هنگفتی را به مصرف میرسانند. بعد از گذشته 5 سال و 10 سال باز این همشیره میخواهد که سهم میراثی خود بگیرد و بر برادر خود دعوا را برا می اندازه و در مقابل برادر ادعای از این را داره که تو گویا تخارج کرده و یا سهم میراثی خود صرف نظر نموده ای، حالی که این موضوع تخارج نبوده، از سهم میراثی خود این صرف نظر به برادر خود نکرده است. دوستانی که میخواهند بنیاد و اساس تخارج مطابق اصول شرع و با در نظر داشت رعایت اصول میراثی در نظر گرفته شده باشد و ابتدا این موضوع به صورت مسلکی پیش رود، غرض مشاوره و راهنمایی به دفتر ما مراجعه نماید.